نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. ابتدا تشکر میکنم از همه دوستانی که پیروزی های اخیر مقاومت رو در صحنه بین‌المللی تبریک گفتم. ما متقابلا هم تبریک میگیم و هم آرزو میکنیم که هرچه بیشتر شاهد پیروزی های مردم و مقاومت اون باشیم و شادی و شیرین کامی و پیروزی رو هرچه بیشتر برای اونها ببینیم. از بین مطالبی که برام ارسال کرده بودین اشاره بکنم به کاریکاتورهای خوبی که دوستان عزیز برام فرستادن. چند تا رو ببینیم. دوست گرامی نرگس قفاری این کاریکاتور رو در مورد وضعیت مضحک مزدوران عراقی خامنه‌ای فرستادن. جمشید امین چشماندازهای آینده رو با توجه به بهار منطقه به تصویر کشیدن. توفیق عزیز که همیشه براش آرزوی توفیق می‌کنیم در مورد سگ دعواهای داخلی رژیم آخوندی این کاریکاتور رو فرستاده. ممنون از امیر سعیدی که همه جوره ما رو پشتیبانی میکنه از متون طنز و سناریوها و کاریکاتورهای ارسالی. بهداد فروغی خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستی، شرمنده‌مون هم کرده بودی که امیدواریم شایستگی لطف تو رو پیدا بکنیم. دوست گرامی اشرف ایرانی خیلی ممنون بابت مطالب ارسالیتون. علیرضا از سنندج تصویر مقایسه‌ای گروبان گارسیای فیلم زورو رو با گروبان گارسیای نظام آخوندی فرستاده. پوریا از کرمانشاه خواستار افزایش زمان برنامه شده، تلاشمون رو خواهیم کرد پوریای عزیز. دوست گرامی پیک شادی خانم پوراندخت شعر قشنگی که تحت عنوان اعتراف فرستاده بودی به دستمون رسید، روی صفحه فیسبوکمون گذاشتیم که هموطنان دسترسی داشته باشن. میثم عزیز از آمل خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستی، ضمن ممنون از ایمیل قشنگت و عکسی که فرستاده بودی. مهدی از شیراز مطالب طنزت رسید، دست درد نکنه، از همش استفاده خواهیم کرد. مصطفی جوانشیری چشم در مورد درخواستتون اقدام میکنیم. شاهین از کرج در مورد طنزی که خواسته بودید مجددا ببینین براتون میفرستیم. جورج از ایران مطالبتون رسید، خیلی ممنون. در پایان هم تشکر میکنم از دوستان عزیز پیک شادی، روانبخش احمدنیا و فریبرز ممتحن به خاطر مطالب و طنزهای بسیار خوبی که این هفته برامون ارسال کردن.